سلام دوستان، خوش اومدید به جلسه دوم در دوره هنرهای سنگ مصنوعی. خب ما توی جلسه قبل یاد گرفتیم که این بازار چه پتانسیلی داره و تا چه حدی شما میتونید کسب درآمد ازش داشته باشید و چه وسایل ساده نیاز به شروع کار دارید برای اول که میخواید شروع کنید تازه کارو. خب ما توی جلسه اول در مورد قشنگ صحبت کردیم و حالا دیگه وقت حرف زدن نیسته، باید این کارا رو عملی کنیم. من میخوام توی جلسه دوم به شما یاد بدم که چگونه یک ملات ساده با موادی که دم دستتون دارین درست کنید. ولی اینجا یه نکته داره که هر کسی به شما نمیگه، بریم که من بهت بگم. خب اول از همه بریم سراغ ساخت پودرمون. خب اینجا خوب دقت کنین. اول میزان وزن ظرفمون ازش کم میکنیم. خب شد 0. نسبت ریختن گچ و سیمان توی ملاتمون چجوریه؟ 30% ما باید از سیمان استفاده کنیم و 70% باقیشو از گچ. این از گچ استفاده کنیم. ظرف گچ من پایین هست، از اون پایین میریزم استفاده کنیم. خب الان ما برای این قالب تلقیمون و ریختن توی این قالب تلقیمون باید حدود چند گرم؟ حدود 200 گرم تا 300 گرم ملات بسازیم. خب من دفعات قبلی هم از این کار زدم، پس میدونم باید چقدر بریزم. حدود 200-300 گرم کافیه، شاید یکم هم اضافه بیاد. توی این قالب اون میریزم. خب مثلا الان براتون سوال ایجاد میشه که خب ما الان چجوری بدونیم واسه دفعه اول چقدر داخلش بریزیم؟ خب یه جلسه کامل جدا برای اینکه به دست بریم که هر قالبمون داخلش چقدر ملات بریزیم میذارم. فعلا زوده، چند جلسه بعد که قشنگ آموزش دیدین براتون میذارم که چجوری حجم ملاتتون رو برای قالبتون رو به دست بیارین. کار سختی هم نیست، خیلی آسونه. بعد داخلش آب بریزیم و چند تا محاسباتی داره که داخل این جلسه نمیشه انجام داد. تایمی رو بالا. خب الان برای این 200 گرم مثلا میگه 300 گرم باید داخلش 90 گرم سیمان بریزیم و الباقیشو گچ بریزیم. اول 90 گرم سیمانمون رو بریزیم. دقت داشته باشید که ترازو اسای دست ما توی کاره، پس هیچ وقت دستی انجام ندین بگین آقا مثلا چشمی بلدم و این اینجوری اونجوری. نه، هیچ وقت چشمی انجام ندین، چون ملات کلا خاصیت خودش از دست میون کاری که میخواد بکنه انجام نمیده. تجربات خودم و دوستا مثلا خودم اوایل که یاد گرفتم گفتم انجام بدم و دیدم مثلا ملات یه تیکش خراب شده، شکسته. همیشه ترازو استفاده کنین که پیمانتون به اندازه باشه اون چیزی که انجام. خب ما الان 300 گرم بریزیم، به 300 گرم برسه. بعد نکته بعدی که جلسات بعدی هم از دست ندیم. این یه دوره کامل هستش که از 0 تا 100 توضیح میدیم ما توی 10 تا 11 جلسه شما کامل یاد میگیرید. خب این از پودی که درست کردیم. حالا بعد سوال میشه که ما میخوایم آب بریزیم، یه مایه عجیب غریب بریزیم. نه آقا، چیز عجیب غریبی نیست. ما مقداری متارزین داخل آب قاطی کردیم. متارزین میتونید از روی سایت سنگ و رنگ تهیه کنید. یه سایت جدایی که محصول سنگ مصنوعی میفروشه، من از همونجا تهیه کردم اینو. بعد پیمان نسبت ریختنش هم تو آبم توی جلسه بعدی بهتون میگم که چقدر باید پیمانشو بریزید، چجوری باشه. جلسه بعدی هم 1 تا 2 روز بعد از انتشار شده این جلسه گذاشته میشه. خب حالا تو هم دیگه ریختن ملات آب میریزیم یه نسبتی داره. نمیتونیم همجوری بریزیم بگیم مثلا کیک درست میکنن میگن همجوری بریز هم بزن تا به یک چیزی برسه. نه، اینجا اینجوری نیست. صفرش میکنم. 33 تا 35% سیمانمون حدودا میشه همون 120-130 تا از این آبه. دقت داشته باشید
که آب نه زیاد بریزید نه کم. مثلا به جای اینکه شما بیاین 33% بریزین 30% بریزین، یا مثلا به جای اینکه شما بیاین 33% بریزین 35% بریزین. این باعث میشه ملات خیلی سفت یا شل بشه که تو آخر کارمون که ملات رو میریزیم توی قالب به ژل تایممون چی بخوره؟ لطمه بخوره. خب در حال هم زدن ملات بودیم که من دیدم کم شله، خب چون آب زیاد ریخته بودیم و یکم بهش پود اضافه کردم و الان دوباره شروع می‌کنیم به هم زدن که ملاتمون اون لذتی که می‌خوایم برسه. حواسم نبود همینجوری آب ریختم. ببین به این چیزی کیستانی که میاد بالا برسه خوبه و قشنگ همه جا رو بگیرید، هم بزنید، هیچ جای گوله موله چیزی نمونه، قشنگ هم بزنید. قشنگ جلسه بعدی هم از دست ندین چون میخوایم حبابگیری و ژل تایم و متارزین رو درست کنیم. جلسه خیلی مهمی هست، هم زدن به صورت یک نواخت باشه دوستان. مثلا به زمین میزنیم یه حبابای سطحی داره بیاد بالا. من سیمان رو از کات خارج کنم، قالبم تمیز کنم. خب با عرض پوزش یه ویدیو استوب قالب کم کثیف بود، شستم چون بردم. بس ژل تایم که گفتم جلسه بعد بخوام بگم نکنید. با اینکه من یه 2-3 دقیقه رفتم هنوز موقعی که هم میزنم ملات شل میشه، رقیقیشو داره. قاشق هم افتاد. به صورت بالا از سرسوزنی بریزید، ملات رو میریزیم تا بیاد قشنگ بالا. این از پایان جلسه اول ما تا جلسه بعد. خدا نگهدار. جلسه سوم از دست ندین. درباره حبابگیری و ژل تایم و درست کردن متارزینه.